صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. بعد مرگ اسکندر مقدونی سرلشکران او در اندیشه بودند که به سر تخت این امپرای بزرگ کی میشیند و غنیمت‌های به دست آورده سرشمار چگونه تقسیم میشوند. غایه جهانگیری و تأسیس دادن امپرای یگانه جهانی نیز با فرا رسیدن مرگ اسکندر به پایان رسید. سرلشکران از غایت کینه که نسبت به اشرافان پارس و باختری و سیاست سازشکارانه اسکندر مقدونی داشتند، حتی وارث قانونی او اسکندر چهار پسر رخشانه را اعتراف نمی‌کردند و مادر او را تحقیرآمیز زن شرقی و اسیره مقدونی ها می شمردند. ولی بعضی اشرافان باختری در اطراف رخشانه و پسر خردسال او گرد آمده با سروری اومن کاتب سابق و سرلشکر اسکندر نگاه داشتن امپرای یگانه و به سر تخت نشان دادن پسر قانونی او را پشتیبانی میکردند. یادآور شدن بسنده است که با دعوت یومن اتریادهای سواره باختری چندین هزار کیلومتر راه را پیموده به مقدونیه آمدند تا که در تحت بیرق امپرای یگانه جانبازی ها نمایند. به خاطر آنکه خونریزی سر نزند، سرلشکران به قرار آمدند که به تخت یک باره پسر دیگر فیلیپ دو اریده را با نام فیلیپ سه و پسر اسکندر را از زنش رخشانه با نام الکساندر چهار به تخت شاهی میشنانند و اداره کنی دولت را به ذمه کلگیای حکومتی وامیگذارند. تقدیر من بعده رخشانه در سرزمین مقدونیه بسا تلخ و پرفاجعه صورت گرفته است. هرچند او همراه پسر خردسالش تحت حمایت نایب سلطنت شاهنشاهی پردیکا که یکی از سرلشکران با صداقت اسکندر محسوب می شود قرار داشت، از بازی‌های ریاکارانه درباری امین بوده نمی‌توانست. رخشانه بعد مرگ شوهر از سر راه خویش رقیب سرسختش ستاتیرا دختر دارا را که چند دیرتر از او در شهر شوش به نکاح اسکندر درآمده بود برطرف می‌سازد. موافق روایت مؤلفان عتیقه او توسط نامه قلبکی ستاتیرا و خواهرش را فریفته به قتل می‌رساند و امر می‌دهد که جسم آنها را در چاه بگورانند. در نگذشته پردیکا هنگام تردد لشکرکشی به مصر از جانب سربازانش کشته می‌شود و رخشانه تنهای و بیاور با پسر خردسالش در مرکز مبارزه‌های شدید سرلشکران برای تاج و تخت مانده خود را به پناه المپیادا مادر اسکندر می‌گیرد. در اثنای این مبارزه‌های شدید زن اریده یوریدیکا از سستی اراده و کم عقلی شوهر شریک حاکمیتش سوء استفاده نموده خود را صاحب تاج و تخت اعلام می‌کند. المپیادا در مقدونیه طرفدارانش را گرد آورده سال 317 پیش از میلاد یوریدیکا و اریده را که فیلیپ سه عنوان کردند حکم قتل می‌دهد و رخشانه و نبیره‌اش را تحت حمایت خویش می‌گیرد. چنین می‌نماید که حکم قتل می‌دهد و رخشانه و نبیره‌اش را تحت حمایت خویش می‌گیرد. چنین می‌نماید که الکساندر چهار در سن 6 سالگی یگانه وارث حاکمیت مانده تخت پدر را صاحبی می‌کند، ولی دشمنان المپیادا با سروری کاساندر مادر اسکندر را سرکوب و تعقیب نموده عاقبت او را در مجلس خلقی به قتل محکوم می‌نمایند. یکی از سرلشکران اسکندر مقدونی آنتیگون با بهانه ستانیدن قصاص المپیادا و پشتیبانی رخشانه و پسرش با کاساندر جنگ اعلام می‌نماید که این محاربه تا سال 311 پیش از میلاد به نتیجه انجام یابد. طرفها به خلاصه میرسند که کاساندر رخشانه و پسرش را آزاد کند و تا به بلاغت رسیدن الکساندر چهار چون سرلشکر مقدونیه
фаъолият намояд. Александр IV дар ин ҳангом 12-солагиро пур карда, то давраи балоғаташ фурсати зиёде намонда буд. Аз ин рӯ Кассандр бо ёрии Главкином муқаррабаш ба Рухшона ва писараш заҳр дода, ҷасадашонро пинҳон менамояд. ҳамин тариқ бар асари муноқишаҳои хунини миёни сарлашкарон ҳам Филипписе ва ҳам Рухшона бо писараш Александр IV кушта гардид ва сиёсати пешгирифтаи Искандари Мақдунӣ дар бобати офаридани тамаддуни муштараки элинию ориёӣ ва халқияти омезишёфтаи Шарқу Ғарб ба фарҷом расид. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.